بیشتر کارش با AI یا هوش مصنوعی است. ما امروز یک هوش مصنوعی را به شما معرفی میگیریم که جایگزین سورا. خب سورا اون برنامه است که میتونه ویدیوهای بسیار خوبی را درست کنه که شما بتونید از او در چیزهایی که میخواین استفاده کنید. امروز یک برنامه است که میخوایم به شما معرفی بگیریم. این برنامه رایگان میباشه، یعنی فری میباشه، در مقابل کاری که میکنه به شما ویدیو جور میکنه کدام پول شما پرداخت نمیکنه، رایگان است. خب میریم در قسمت گوگل کروم برین و اینجا سرچ نوشته میکنیم mindvideo.ai. خب وارد از این شدیم، از اینجا شما پرسان میکنه میخواین که چیز نوشته کنین و نوشته چیز را که شما بخواین نوشته کنین این میتونه با شما به ویدیو تبدیل کنه. خب و یا برنامه که وارد شدیم در اینجا میریم نوشته میکنیم که یک فشک در افغانستان در حالت فروختن گوشت و یه به شما میگه که میخواین به فرمت 480p باشه، 720p یا 1080. شما میتونین انتخاب میکنین و اینجا سایز ویدیو هم هست که میتونین انتخاب کنین و اینجا نوشته است پریت. بالا از کلیک میکنین ای بالا آمد و شما احساس که در پروگرام اینجا بالا کلیک میکنین و اینجا گفته که منتظر باشید، چند ثانیه منتظر میباشین. خب میریم ویدیو را از اینجا دانلود میکنیم. در بالا علامه دانلود است، از کلیک میکنیم و اینجا نوشته دانلود از واترمارک. واترمارک ای از پیسگی می باشه که شما از شما پول طلب خود کرد و دو اولی را کلیک میکنیم. خب استارتینگ دانلود شد ویدیو. خب میریم مال دوباره بالای برنامه روبو نیو که ایره میتونین از گوگل پلی استور شما دانلود کنید میکنیم. خب اینجا نوشته از اد فوتو و اد ویدیو رو کلیک میکنیم و ویدیو خود انتخاب میکنیم. خب اینجا نوشته میکنیم که میخوایم واتر مارک ای ویدیو پاک شود و کیفیت ویدیو تا حد ممکن بالا برود و ارسال میکنیم. خب اینجا منتظر میباشیم چند دقیقه که دوباره با ما ویدیو را ارسال کنم. خب دوباره ویدیو را ارسال کردم و اینجا میبینیم که ویدیو هم واترمارکش گم شده و کیفیت ویدیو هم تا حد ممکنش که اینجا از سابقه که ما دانلود کردیم ویدیو را بسیار کیفیتش بالا بردن و با این میتونیم هم واترمارکش از بین ببریم و هم کیفیت ویدیو را بالا ببریم و با این شما میتونید که هر ویدیویی که خواسته باشین با سیستم AI جور کنین. میتونین از این طریقی که به شما گفتم شما میتونین ویدیو جور کنین و او را در تیک تاک یا فیسبوک و اینستاگرام میتونین بانین و یادتان نره چینل ما را لایک سابسکرایب بکنین و به دوستایتان هم شیر بکنین که تا بتونن از این طرفندهایی که ما با شما معرفی میکنیم بهره مند شوند. تا برنامه بعدی شما را به الله یک تا میسپارم.